درود بی پایان به تمام مبارزین سلحشور کردستان. امروز حزب همبستگی افغانستان طی اعتراض حمایت خود از مردم شجاع روژاوا اعلام می‌دارد و تجاوز وحشیانه دولت داعش پرور اردوغان محکوم میکنه و ما با این اعتراض خود به روز جهانی دفاع از روژاوا با تمام آزادیخواهان سراسر جهان میپیوندیم. یکی از 9 اکتبر به این طرف دولت فاشیستی اردوغان عملیات خونین و وحشیانه خود علیه ملت کرد زیر نام عملیات چشمه صلح برا انداخته که در حقیقت عملیات چشمه خون و جنایت می باشه. سراسر دنیا را تکان داده و مبارزین و آزادخواهان تمام دنیا صدای اعتراض بلند کردن و در جاده ها ریختند. اما دول امپریالیستی و ناتو در رأسش امریکا با این خاموشی خود در مقابل این فاجعه انسانی و ضد بشریت به هزارمین بار ثابت ساخت که اینا همیشه حامی و بانی بنیادگرایی و تروریسم در جهان و منطقه بوده و امروز این ما به خوبی میفهمیم که عملیات ترکیه در شمال و شمال شرق کردستان بیشتر با چراغ سبز نشان دادن امریکا ترکیه ای را شروع کرده. مطمئن هستم که مردم کردستان با جمع بندی از تاکتیک های چند سال گذشته مبارزاتیشان این دریافتند که همسویی با آمریکا به هیچ زمینی به نفع مبارزیشان نبوده بلکه بیشتر به نفع امریکا بوده و خواهد بود. اردوغان از سالها به این سو دست خونین در افغانستان داره. از گذشته های بسیار دور روابط تنگاتنگ با گلبدین این قصاب کابل که مشهور به تیزابپاش بر روی زنان و قاتل هزاران روشنفکر افغانستان است این را همیشه حمایت کرده و دوستم جانی را همیشه در آغوش خود گرفته. خلاصه ای که پدرخواندی تمام اخوانیان جنایت پیشی افغانستان به شمار میره و امروز یکی از متحدان امریکای اشغالگر در افغانستان است که در 18 سال افغانستان به حمام خون و ناامن‌ترین کشور به مردمش مبدل ساخته. ما به این باور هستیم که مردم سلحشور و مبارز و جنگجوی کرد با به دست گرفتن بیرق هفرین خلف بیرقش به اهتزاز در میاره و انتقام خون سارای 7 ساله و محمد 12 ساله را گرفتنی است. امیر رقمی که مردم جنگجوی کردستان مخصوصا شیرزنان کوبانی ثابت ساختند و پوزی داعش به خاک مالیدن به زودی حتما داعشیان اردوغانی را شکست میده و به خاطر آزادی و استقلال سرزمین خود مثل گذشته پر افتخار خود و مبارزی خود ادامه میدن. ما در آخر یک بار دیگه میخوایم تاکید کنم که حزب همبستگی افغانستان ای که یک از اهدافش دفاع از مبارزات آزادیخواهانه ملل در بند جهان است که با وجود صدها فجایع جاری در کشور این جزء وظیفه خود میدانیم که ما از ستم دیده ترین و رنجیده ترین مردم دنیا دفاع کنیم و در کنارشان ایستاده باشیم، از مقاومت و جانساری های آنان یاد کنیم و همیشه همدوش و همصدا با او مبارزین باشیم و در ضمن میخوایم بگویم که ما از مردم کردستان از ایستادگی مقاومتشان در مقابل ظلم و ستم میآموزیم و تا آخر در کنار شما ایستاده هستیم. مرگ بر تمام تروریستان داعشی و طالبی و حامیان امپریالیستیشان. به امید جهان عاری از ستم و بی‌عدالتی.